بیایید با هم دیگه چوکولاوا درست کنیم. یه دسر فول شکلات خامه‌ای که محال عاشقش نشی. 3 لیوان شیر رو میریزیم داخل قابلمه، بهش 1 قالب 50 گرمی کره اضافه میکنیم و به اندازه 1 کاسه ماستخوری شکلات تخته‌ای تلخ. روی حرارت ملایم کره و شکلات که ذوب شدن، بهش 1.5 لیوان بیسکویت پتیپور پودر شده اضافه میکنیم یا هر بیسکویت ساده دیگه. مواد دسرمون به همین سرعت غلیظ میشه. حالا باید 1 دقیقه با همزن برقی مخلوطش کنیم تا بافتش همینقدر خامه‌ای و کشدار بشه. هر ظرفی که دوست داریم رو برمی‌داریم، با یکم آب خیسش میکنیم تا نایلون این مدلی بهش بچسبه. بعد مواد دسرمون رو داخل ظرفمون میریزیم، سطحش رو صاف میکنیم و برای 2-3 ساعت میذاریمش یخچال. بعدم داخل ظرف مورد نظرمون برمیگردونیم، با پودر کوکائو، پودر نارگیل و هر میوه‌ای که دوست داریم میتونید تزیینش کنید. حتما برای مهمونیاتون ذخیره‌اش کنید. هم آسون و فوری و بدون قلقه، هم به صرفه و اقتصادی. کلاً 4 قلم مواد بیشتر نمیخواد. پیج منم فالو کن، تو شلوغی‌های اینستا گمم نکنی.